گلبهار سفر و از دهه گلستان ناحیه فرخار چند روز پیش به رادیوی آزادی شکوه کرد که از بی آبی اذیت میکشند با وجود آنکه از پیش منزل آنها آب جوی میگذرد زراعتشان نارسیده خشک میشود. حق نداره شما میگم یا خلق نیست یا فرمیرا چی به مردم آورده شده حق نداره. حال و وضع روانی این زن از آن روزها فرق می کند چون که آمدن منصبداران و وعده رسیدن آب به دهه خوشحالش کرده است. مثال راه تا نگو چی میکنه مصلحت کنین گو همه کسا گفت یک مثال بین یک دیگر مصلحت کنین گفت میشه گو خیلی میکنیم که وعده دادن که گلستان دهه 90 و در آن 30 خانواده زندگی می کند. به گفت ساکنان 7 سال است برای تأمین دهه به آب درهای مقامات را میکوبند. از آنجا هم وعده حل مشکلشان را میشنوند. ای خطون نگه سوم جمع کنین تشکیل کنین همه قبل نین 10 سوم میتن برای او نمیتن شون وقت خش میزنن 50 سوم میتن 100 سوم میتن تربه میگیرن او تشکیل میکنن نمیکنن تشکیل این هم تری جای به صحی و به اویای به سویتی بود همه سویتار هم سوم جمع کردیم مقامات میگفتند تدریجی دهه گلستان را به آب تأمین خواهند کرد. این مسئله ها زینه به زینه حل می شود. یک باره همین مسئله حل کردن امری محال است. چنین به نظر می رسد بعد گزارش رادیوی آزادی جنبش امیدوار کننده برای حل مشکل مردم به وجود آمده است. نایگاری هست او آوردن او بونا جدو کردن حقیقت رئیس جماعت اومد. تأمین آب و برق و راه از دشواری‌هایی است که ساکنان محلات نو در تاجیکستان با آن روبرو هستند. بر طبق مقررات باید قبل از مسکون شدن مردم این مسئله ها حل شوند. معمولا مردم اول مسکون می شوند و بعداً با تک و دوهای زیاد به جای زیستشان برق و آب می آرند راه می سازند. بعضاً برای به یک نتیجه رسیدن 10 ساله ها می گذرد.